تنها صداست که میماند. گنج شایگان از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها، در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود فراوان به مخلصان گنج شایگان که در این بخش یک گزارش تقریبا فراموش شده را از سال 1998 میخواهم توجه شما پیشکش کنم. این گزارش تاریخ عجیب دارد. اولا اینکه هنگام یک سفر، هنگام در رخصتی در امریکا بودن، وقتی شنیدم که شاعر شناخته تاجیک بازار صابر در سیاتل است، پرواز کردم به سیاتل و چند روزه با هم بودیم با این شاعر توانا و این گزارش را آماده کردم. صحبت‌های زیادی داشتیم و گزارش پخش شد در همان سال 1998 در ماه اپریل بود به نظرم. و شاعر همیشه سوالهای زیادی از من میکرد که برای که پیش از آنجا در تاجیکستان بودم و بسیار میخواست درباره وضعیت در تاجیکستان، وضع مردم، زندگی، بازگشت پناهنده ها، امضای قرارداد صلح و غیره معلومات بیشتر بگیرد. و اما جالبی این گزارش در آن بود که بعد از پخشش در حکومت تاجیکستان عقیده پیدا شد، اندیشه پیدا شد که باید بازار صابر را به وطن برگرداند. من فکر میکنم آن چیزی که شاعر در این مصاحبه گفت خیلی و خیلی تاثیر بخش بود و خیلی کارگر بود به ذهن و احساسات شنونده و همین ها سبب شد که عقیده با هر راهی که باشد شاعر را برگرداندن به وطن در بین اعضای حکومت تاجیکستان پیدا شد و آنها با من تماس گرفتند. یادم است که این تماس از جانب عبدالمجید دوستیوف صورت گرفت که آن وقت شخص دوم در هیرارخی حکومت تاجیکستان بود و از من خواهش کرد با بازار در تماس شوم و بپرسم که آیا اگر راضی خواهد بود که یک هیئت حکومت به نزد او رود برای دعوت کردنش باز به وطن. و اما چیزی شد که وقتی من با شاعر این موضوع را مطرح می کردم، چیزی شد که سبب شد که بازار گفت نه من نمیخوام برگشتن. نمیدونم به چی بستگی داشت، ریشهش چی بود، سببش چی بود. بر ترتیب این بازگشت آن وقت صورت نگرفت، هرچند که خیلی خیلی سر وقتی می بود. شاید هم تأثیر خوبی می داشت هم به خودی شاعر، به سلامتی و به ایجادیاتش، به راه و رویشش و غیره. بر ترتیب حالا این گزارش را با هم بشنویم و در آخر باز بله عنوانش هم بود که چرا نمی آیی. با هم بشنویم و بعد از آن باز یک دو فکری هست که من برایتان خواهم گفت. در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟ پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه. پرنده های مهاجر بلانه برگشتند. دوباره صدای چهچه بلند شد. غریب و مسافران هم برگشتند و دیدند نهال پس در که به قدشان برابر بود چناری سرشاخ و بر شده است. به زیر آسمان وطن که ستونش از استخوان پدر است بازگشتند. این مضمون یکی از آخرین شعرهای بازار صابر است که در سیاتل امریکا نوشته شده. ردیف مصرع‌ها چنین سوال است: چرا نمی آیی؟ هزار داغ به دل لاله‌زار فیض آباد، دوباره خون جگر شد چرا نمی آیی؟ شاعر که نیمش در تاجیکستان است و نیم دیگرش در امریکا از خود می پرسد، خودش را دعوت می کند که چرا نمی آیی؟ گمان می کند در وطن کسی او را به یاد نمی آرد،
فرا نمی خواند، از او نمی پرسد. گفتمش که اشتباه می کند. مهاجران، آنهایی که در کشور دیگر مقیم می شوند، گمان می کنند که دوره نوی زندگیشان آغاز یافته است. همه چیزی نو، آدمان نو، مناسبت‌های نو و دورنمای نو. بازارصابر بر این است که هیچ چیزی در عمرش به پایان نرسیده و هیچ چیزی نوی سر نشده است. تنها پژوهش اسرار خویشتن و زندگی عمیق رفت پیدا کرده است. در محیط بیگانه در تنهایی بیشتر و بیشتر به خود غرق می شوی. اما خود چیستی؟ آیا فشرده یادبودها و گذشته ها نیستی؟ پس در واقع دوره نو سر نمی شود. کارت تکراری گذشته هاست. در این کاوش ها شاعر بازارصابر دریافته است که همه عمرش عبارت از برخورد نور عشق به سنگ سختی روزگار بوده است. بازار شوخی می کند، می خندد، می گوید از همه چیز راضی است، می گوید خود را احساساتی و یا شکسته روح نمی شمارد، ولی ساز تار ترنگ درد او پنهان مانده نمی تواند. اصلا هر آنچه من می گویم کوشش بافتن دیباچه سخن است در قفس تنگ فرصتی برنامه. به آنچه او می گوید چی می توان افزود؟ تنها این که خانه‌اش آباد و زیبا، مجهز و پوری گندم است. اهل بیتش صحت و سلامت و به کار و تحصیل مشغولند. گهگاه به دانشجویان امریکایی درس زبان تاجیکی می دهد و در نشست‌های ادبی شرکت می ورزد. در آرزوی خوانندگان تاجیکستانی خود است، هرچند نمی خواهد اقرار کند. در یکی از شعرهای تازه‌اش می گوید: از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. دادم از او در هوا می رفت. گفتم از روی هوا خط می کشم روی وطن را. بعد از این بگذار من نبینم روی او را، اون نبیند روی من را. خواستم در شیشه تنگ هواپیما به این معنی خط کشم اینک. خواستم در شیشه تنگ هواپیما به این معنی خط کشم اینک، ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. چون دلم میخواست بوسیدم. بوسم در شیشه تنگی هواپیما نمیکشم. از وطن رفتم ولیکن دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد چون زاد بودی مهربان میداری. گرچه با من مهربان کم بود، میکشد چون زاد بودی مهربان میداری. گرچه با من مهربان کم بود. چون توانم از زمین همرگ و همخون خود بگریر، چون که در نافی زمینش خونی نافم رید. درد جانکاهی که از آنجاست درمان من آنجاست. ریش خونشارم که از آنجاست داروی من آنجاست. نیشی سوزانم که از آنجاست هم نوشی من آنجاست. زهر چندانم که از آنجاست نوش داروی من آنجاست. زادگاه هم در سر کوهی سفیدی شیربیش توتیا دارد. در سر کوهی زرافشان مومیا دارد. در سر هر پشته از رنگین کمان چرخافلک دارد. کوزه ماهی شبش شیر ملک دارد. لنگری دور و دراز ترنه‌های نوبهارش کو. چاکی چاککی شب زنده دارش کو. کوچه های کهکشانی پختزارش کو. هموطنهایم کس و ناکس نبودند. مورهای همچه من در زیر پای رهگذر بودند. لاله های همچه من خونین جگر بودند. از وطن رفتم
ولیکن دور رفتن از وطن امکان ندارد. می کشد خاکش، می کشد خاکش، از کشیدنهای خاکش نبض من کند است. ضربت نبضم مرتب نیست، ضربت قلبم مرتب نیست. از وطن رفتم ولیکن می کشد خاکش، خاک و خاشاکش. اینک یکی از کوچه های سرسبز و زیبای سیاتل در مهمانخانه روشن و وسیع که از تیره‌اش کوههای جنگل پوش و سرسفید نمایانند، شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر به سوال من درباره نظر او بر رویدادهای اخیر وطن چنین پاسخ می‌دهد. در این موضوع یگانه چیزی که مورد توجه و اعتبار و مورد گفتگو است همین از مسافری و غریبی و دربدری به وطن بازگشتن مردم است. واقعا من خودم یه چیز میدانم که چی چیزی است که آدم دربدر باشد، از وطنش، از دوستا و شناس و خویش و تبارش دور باشد. این مثل که در این دنیا آدم هست یا نیست، مثل همین که گویا که هست و گویا که نیست. به همین ما از همین که خودم این چیزا بسیار خوب احساس کردم در این چند سالی که من در تاجیکستان نیستم و همیشه دربدر بودم، از اینجا باز اینجا، از اینجا باز اینجا و جای اقامت با اعتمادی هم نداشتم. میدونم که مردم چی روزهای اثر گذراندن و اینا همه با بیشتر بچه دار بودن، کودک زیاد. تاجیک کجا که میرود همین بارش در گردنش است، بچیم همین گهواره و کودک چودک است کجا که میرود و همین چیز خود در خارج باشد خود در داخل همیشه در همین بار دوشی مرد و زنی تاجیک است. و این چه من احساس میکنم دلم میسوزد و دلسوزی من با اونا هیچ ضرورت ندارد، زیرا من با اونا کمک کرده نمیتونم. امکان کمک دارم ولی دستی کمک ندارم. همیشه میگفتم که باید که مردم بیچاره از خارج بگه. خارجه بهشت نیست برادر. در روی زمین بهشت وجود ندارد. این گپی دروغ است. در هیچ جا بهشت نیست. بهشت همون وطنی خودت است. هیچ جا بهشت نیست. ما سراسر دنیا را گشتیم. در اروپا هم بودیم، در امریکا هم بودیم، در ایران و افغانستان هم بودیم، در هندوستان هم بودیم و فهمیدیم که بهشت آنجا که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد و همین وطنت است، دیگه جای دیگری نیست. من شعر نوشته بودم که اگر ما بر نام مردم شعر نوشته بودم، نه که از نام خودم که به واسطه که مثلا اگر من از خارجه برمیگشتم من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم. میرفتم همون پوشاقای خربوزه که در کوچه پتاز که پرتافتن همون را بوسه میکردم. میدانن که مردم قشاقند، گشنند، نان ندارن، بیچارند، لوچ و برهنند. نگه این چیزا در پیش غریبی چیزی نیستن آخه. این چیزا در پیش غریبی یک آدم که مثل که یک ماهی از آب بیرون پرتافته شده است. این خیلی است. این چیزی نیستن. از همین نظر من میگم که من بسیار با جان دل تمام مردمی که از سرزمین های خارجی، از دربدری، آوارگی، بی سر و سامانی برگشتند شخصا تبریک میکنم، تهنیت میگم، آفرین میگم که زنده باد که مردم دوباره به سر خانش و به سر دیگ و دیگدانش برگشت. مثلا در کشورهای مثل افغانستان یا ایران شما رفته از یک خوب کارخانه یا که از یک مغازه‌ای که برای بیچاره هست، برای یتیما هست، برای دربدرها هست، برای آواره ها هست، برای به خانه و به کوی مردم هست، شما اینطوری چیز پیدا کردن نمیتونید. من در امریکا میرم اگر در صورتی که هیچی نیابم خوردنی میرم در همینطوری آشخانه است، میرم در اون آشخانه نان میخورم، یا میرم در همینطوری مغازه است که میرم یک سر لباس میگیرم
که با من کسی نمیگه که تو کیستی میرم همون مفت میگیرم. میگه در افغانستان ایران این کارا نبودن و اینا را این چرا آرزو میکنن و این مردم ما در همون محیط بودن که همه چیزا کاملا نبودن و مثل که از آسمان به زمین افتاده بودن، از آسمان به زمین افتاده بودن و بسیار سختی مثل که از آسمان به سنگ، مثل که سری آدم به سنگ میزنند همینطور افتاده بودن. استاد یکی از نویسنده هایی که سالهای زیادی عمر در هجرت گذاشته است می نویسد که سالهایی رو که من بیرون از وطن زیستم سالهایی هستند که من آنها را نزیستم. شما با این فکر راضی بودن میتونه؟ بالکل درست گفته است. کی گفته؟ حرفی کی؟ این حرفی ورگیس پتراسیان است. بهترین کاملا درست گفته. پس شما من نان دارم بچیم، نان دارم، خانه هم دارم، امریکا به من کمک هم میکند. خب همچنین برای من سر و لباس و نان و جهاز منزل برای من کاملا لازم نیست. من همه این چرا حتی مفت دارم این چیزا را، مفته که من اینا را برای اینا زحمت نکشیدم. لیکن چیزی که من ندارم در مقایسه با این چیزا مثل هست که من بهشت از دست دادم آمدم در دوزخ میشینم، همه چی هست بالای دوزخ من. مثلا دوزخ من چطور دوزخه؟ دوزخ من همی که همه چی فراوانی است، مثل چی ندارم. زمین، من در میان زمین و آسمان بشین یک موازینت ندارم، مثل که معلق هستم، نمیدونم در کجا بشینم. یه معلق چیزی معلق، مثل که یک گرد گله که پف میشه در هوا. این همینطوری چیز. و برای من که ما دیگه جوان است، برای من زمین در کار است. پای ما در زمین نیست، پای ما در زمین نیست. خودم هستم، خانه هم هست، نانم هست، پایم در زمین نیست. این همه تصور کنید چی هست اینه؟ ما پایم در زمین نیست، جایی که پایم مانم اونم نیست. این چیزا هست. ما آدم احساسی زیاد نیستم و احساسی زیاد هم نبودم، هرچند که مورد میشد که احساسی باشم. مثلا ولی احساسی زیاد نیستم. من همین چیزا را با تأخیر، با تأمل همش از سر گذراندم. من اصلا هیچ کس سیر و اسرار و گپ و حرف من پنهان نکردم. ما سلیم برادر مثل همین که یک آدمی که سرگذشتش گم کرده است، سرگذشت داشت، مثلا یک سرگذشتش مثل که یک آدمی که همه مغزش شورانده باشن، مغزش شسته باشن. سرگذشت داشت، لیکن همون سرگذشت ما گم کردم. من دیگه گفتن نمیتونم که ما چی داشتم بگیجا بود. میدونم که من در زندان بودم، میدونم که من مثلا در اتفاق نویسنده های تاجیکستان تمامی همه چیزی بودم خوش نداشتن. مثلا اینا در خاطرم کم و بیش مانده است. مثلا میدونستم که همه که ما کمونیستایی که من در اون زمان اینا را چشم دیدن نداشتم، هرچند که حاضر به اونا حتی توجه دارم، اونا با من خوشی نداشتن. میگفتن که خب اونا خودشان چیزی نبودن، با من گفتن که شوروی را دوست نمیداره. و از اونجا آمده که تا همه زمان به گاه به خاطر میاد که مثل که همه مغز شسته باشن و به خاطر میاد همه جایی که میاد به خاطر که فلان چیز بود، با یک مثل که همین سایه ها دوباره رنگ میگیرن، نمیتونه با پیدا میشود. ما خودم جبر دیدم نمیشمارم و یک آدمی شکسته هم نمیشمارم و گمان نمیکنم که مثلا یک آدمی فرض پسیمیست باشم. من خودم پسیمیست هم نمیشمارم، لیکن چیزی واقعیه همیشه به من تاثیر کرد و تاثیر میکند. این همین کاری که در تاجیکستان میشه، فرض کنیم مرد گشنگی مردم آرد نمیرسد، خشتباری من است، همه بیاردی به قشاقی میشنوم از مردم، دلم میسوزد.
و مثل که میگم که یک فریاد کنم که در فریاد مرا کی میشنواد اینجا که آسمان بلند زمین پست کی میشنواد اینه؟ همین خود از خود به اختیار این کارا میکنم میگم که فریاد کنم. صحبت چندین روزه ما با استاد بازار صابر به پایان میرسد. او ما را تا ایستگاه گسل میکند و میخواهد خود را خرسند نشان دهد. هم در جلسه رفتم بعد شعر نوشتم که نوروز بهار و ما بود دل دغدغه‌گر شی ابر و ما تیر مادر باران شراره شی خود کم گرفت تا خم پای کف یک گنده پیار روما که گاوی شهید جرشی. می خندد، اما اگر در دوشنبه می بود طرز دیگر می خندید. خواندنهایش در گوش ما صدا می دهد. همان بنا که از اول وطن بود نامش، به خشت جان پدر شد چرا نمی آیی؟ همان ستون که از اول وطن بود بامش، از استخوان پدر شد چرا نمی آیی؟ بله چرا نمی آیی؟ و اما آمد، بازار صابر به وطن برگشت و تماما آن هم سرگذشت و سرنوشت خودش رو که طور می گفت گم کرده بود و معصویی شده بود و همه چی از یادش رفته بود و میخواست خود را پیدا کند، جای خود را پیدا کند، تماما به طرز دیگر، به شیوه دیگر پیش رفت و خب آنهایی که به سرنوشت شویر توجه دارن از این آگاهند. من فقط یک چیز گفتنی هستم که بازار صابر نه تنها یک شاعر، یک انسان، یک شهروند، بلکه یک پدیده است، یک پدیده خاصی است که باز نسل‌های زیادی تلاش خواهند کرد که راز آن را برای خودشان باز کنند، درک کنند، فهمند که چرا چنین کرد و چرا چنین گفت. در حال حاضر از روی آن نشست و برخاستی که با این شاعر توانای تاجیک داشتم، فقط یک چیز گفته میتوانم که در دوره‌های گوناگون زندگیش او در حلقه افراد گوناگون افتاد و زیر تاثیر آنها بود و یک خصلت بسیار جالب داشت که هر سخن زیبا، هر سخن نشانرس، هر سخن عجایب خاطرماند یا اینکه شاعرانه او را مفتون میکرد و از دنبال خود میبرد و احتمال زیاد در هر دوره زندگیش آنهایی که توانستند با چنین جمله های زیبا، با چنین برق و زرق گویم او را به طرف خود کشند و به منفعت خود گاهی استفاده و گاهی سوء استفاده کنند، این چیزها اتفاق می افتاد در گذشته و در نهایت در پایان عمر نیز با او چنین بازی کرد. پایان پادکست گنجی شایگان. خدا نگهدار. در راه هستید، مهمانی یا در جای کار. علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما، در وقت دلخواه و جای دلخواه.